خوش با صحبت میکنیم و ما خود پیامم برای دکتر جلالی صاحب ما یک ماه پیش یک پیام مونده بودم پیش از این گپا چون خواستم امروز یک مشوره کنم برای ما جواب نداد ولی حالا به یک شکل برش میرسانم این پیام یا از طریق امیدی صاحب یا اگر امروز شما دوباره صحبت کردن یا همین وایس ما برش فوروارد کنیم که جلالی صاحب ما باید در تا باید برای حقایق افغانستان صحبت کنیم. ما باید درباره آینده افغانستان صحبت کنیم. آینده افغانستان بنیاد است که ثبت شده و اساسا اعضایش پورا میشه از اساس همین حیث یک حزب سیاسی مقابل طالب قرار میگیره ولی باید که یک موضوع واضح شود که طالب امروز با لونگی تعصب پشتونیسم قومی داره و دیروز غنی با نکتایی تعصب پشتونیسم پیش گرفته بود و برای ما دیگه این موضوعات قابل قبول نیست. در افغانستان صحیح است که هر افغان یک تاجیک یک پشتون یک هزاره یک ازبک یک کلگی است ولی کلگی یکسان فرصت داره و اگر کسی فکر میکنه که 5000 سال پشتون در حاکمیت کرده و اونمو حاکمیت است و همیشه معاون اول و معاون دو معاون سه تقسیمات داره دیگه این گپا خواب ببره به خاطر از اینکه افغانستان آینده بنیاد آینده افغانستانی که ما به او فکر میکنیم برای هر فرد برای هر شهروند برای هر نفر فرصت ازی میده که برای وطن خود فکر کنه بدون از اینکه به قومیت فکر کنه بدون از اینکه به سیاسیش فکر کنه بدون از اینکه به جغرافیاش فکر کنه. اگر شامل از افغانستان هستن بسم الله، اگر شامل از افغانستان نیستن باز برای ما بین فرق طالبی که در پاکستان شته طالبی که در کابل شته و یا طالبی که به نام جلالی در امریکا نکتایی زده یک کلگیش باز ما هم خط بسیار واضح برشان نشان میدیم که چی است و این کدام گپ زهر کندن نیست. سید سید بسیار گپ واضح هست، گپ صلح هست، گپ آینده افغانستان است، گپ نسل جوان افغانستان است که دیگه نمیخواد به تعصب پیش بره و دیگه نمیخواد که متعصب هم فرصت بده. بالاخص هر رقم متعصب که باشه بالاخص متعصب مثل غنی وادی که پشتونیسم سر ما فکر میکنه که حاکم میکنه ولی کدام کسی که تلونگی و کلاه آمده و هم فکر میکنه که با تروریسم زورش دیگه گپ میکشه ولی نسل افغانستان بسیار واضح استاد میشه در مقابلش نسل آینده افغانستان. سلامت باشین.